سفری کردن در سلسله فیلم قره‌گل یعنی صدبرگ سیاه در رول ادا بسیار مشهور می شود و مخلصان زیادی هم پیدا می کند و وقتی که او را در کوچه ها می دیدم برای پیشرفت کاری ما در کامنتر یا فکر و عقیده هایتان را نویسید و در ویدیو لایک مانید و اینچنین در کانال فیلم های ترکی ابونه شوید و دوستان خود را نیز دعوت نمایید. برای دستگیری همتون تشکر زیاد. تا برنامه های آینده خیر در پناه خدا باشید.